پیرو شریعت محمدی شود روزه داشتن برایش مشکل است. پیرو شریعت محمدی شود خرج کردنش در کار، زکات دادنش در کار. پیرو شریعت محمدی شود زن باشد صبر کردنش در کار. بنابراین نفسش که به این چیزها طاقت کرده نمیتواند، خدا یک طرف مانده است، محمد یک طرف مانده است، قرآن یک طرف مانده است و پیرو هوای خودش شده است. و این کپیتالیسم گفتنهای، سوسیالیسم گفتنهای، دموکراتیسم گفتنها، اینها همه به خاطر خود را سفید کردن. یعنی ما با همین راه میخواهیم جمعیت را آباد کنیم، مردم را خوشبخت کنیم. نه، اگر خوشبخت هم کنند با این برنامه، فقط در همین دنیا ممکن است که صاحبی پول شوند انسانها، صاحبی جا شوند، صاحبی ماشینهای قیمت بها شوند، اما همین که مردن دیگر هیچ خیل برای آنها کفالت نیست. راست دوزخ، راست آتش دوزخ. اما این اسلام است، قرآن است، شریعت محمدی است که در همین دنیا هم کفالتی خوب زندگی میدهد و بعد از مرگ هم کفالتی خوب زندگی میدهد که اگر موافقی گفت شریعت محمدی زندگی کند، در دنیا که انسان مار پاکیزه زندگی میکند، در آخرت هم از آتش دوزخ نجات مییابد و خداوند چنین انسان را به جنت جاودان داخل میگرداند. بنابراین ماه ربیع الاول که در آن پیغمبر گرامی اسلام محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند، هر سال یک مرتبه به طور مخصوص مردمی در غفلت خوابیده را زنگی بیداری میزند. های انسان بیدار شو، بیدار شو که خدا برای هدایت تو محمد فرستاده بود. و چرا تو اینقدر گرفتار نفس خود شدی؟ چرا تو هوای خودت را خدای خودت گردانیدی؟ در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن ما تحت ظل السماء اله یعبد اعظم عند الله تعالی من هوى مبتلى. یعنی در زیر آسمان از همه چیزهای بدترین نزد خدا که به عبادت کرده میشن. مثلا در هندوستان حالا هم بت را پرستش میکنند، حالا هم گوساله را، هیکل گوساله را پرستش میکنند که بدترین چیزها است. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در زیر آسمان از همه چیزی بدترینی که آن را عبادت کرده میشود این هوای انسانی است. از این دیده بدتر بود وجود ندارد. اما میلیاردها انسان امروز گرفتار همین بود هستند. به جای آنکه حقیقت را پیروی کنند، چرا پیروی میکنند؟ هوا را پیروی میکنند. به جای اینکه خدای یکه و یگانه را عبادت کنند، که را عبادت میکنند؟ هوای خودشان را عبادت میکنند. حالا که انسان خیلی مخلوقی مکرم است، مشرف است. خدای تبارک و تعالی خبر میدهد در آیه 72 سوره اسراء استعیذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خدا خیلی روشن خبر میدهد که ما در حقیقت مکرم گردانیدیم فرزندی آدم را در دنیا. از تمام مخلوقاتی که در عالم است، خداوند انسان بیشتر کرامت بخشیده است، بیشتر مکرم کرده است که انسان میتواند در بالای زمین هم زندگی کند، زیر آب هم رود، بالای آب هم باشد، در هوا هم باشد. در همه این عالم میتواند انسان زندگی کند و بهره خودش را از زمین و از هوا و از بحر و از زیر بحر برای خودش گیرد. و خداوند برای انسان پاکیزه ترین نعمت ها را ریزق گردانیده است. گندم شیرین ما میخوریم اما علف خشکش چارواها میخورند. سیبی به مزه ما میخوریم اما پوچاقش مالها میخورند. خربوزه شیرین ما میخوریم اما پوچاقش حیوانها میخورند. بهترین و پاکیزه ترین نعمت ها را خدا برای ما ریزق کرده است. این خود نشانه کرامت ما و شما است که خدا ما را مکرم کرده است. خدا هیچ یک مخلوق دیگر به عقل نداده است، اما خداوند به ما و شما انسان ها عقل داده است که به واسطه عقل بین نیک و بد فرق گذاشته میتوانیم.
بین حق و باطل جدا کرده میتوانیم. این کرامت خدا است که این را خداوند برای ما و شما داده است و این فضیلتی که خدا به ما و شما داده است بالای دیگر مخلوقاتش دیگر به هیچ کس خدای تعالی این فضیلت نداده است. اما انسان بیچاره امروز این کرامت را از خودش گرفته حواله داده است. انسانیت بیچاره امروز این فضیلت را از خودش گران پرتافته است. انسان بیچاره امروز دیگر غلام نفس شده است. انسان بیچاره امروز مثل حیوان در بعضی گوشه های این کره زمین زندگی میکند. حیوانوار زندگی میکند. حرام نمیداند، حلال نمیداند، حق نمیداند، باطل نمیداند، افلاس نمیداند. هر چی که دلش کشید کردن میگیرد بیچاره. بنابراین خدای تبارک و تعالی به طور آشکارا ما و شما را آگاه میکند که استعیذ بالله فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. خدا انسان را آفرید، برایش عقل داد و برایش قرآن نازل کرد، برایش پیغمبر با نام محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد و پره و آشکارا راه سعادت را در دنیا و آخرت برایش نشان داد. هر کسی که از این راهی محمدی طغیان میکند، سرکشی میکند و دنیا و لذت‌های فانی همین دنیا را برای خودش انتخاب میکند و پروای آخرت ندارد، آگاه باشد که جحیم آتش دوزخ جایی است، هیچ جای دیگر نمیرود. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. اما کسی که در این دنیا خدا را شناخت، پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم را شناخت، او را پیرو شد و از روبروی پروردگار خود ایستادن برای حساب و کتاب در صحرای قیامت ترسید و نهى النفس عن الهوى، هوای خودش را از پیروی کردن چیزهای باطل نگاه داشت، منع کرد، دلش کشید، خفید گردنش گفت که این نامعقول کرده، خدا این حرام گفته که پیغمبر این چیز منع کرده. و نهى النفس عن الهوى، نفسش لجامش دستش پیچانیده گرفت که از پشت هوا نمیره. فإن الجنة هی المأوى، پس چنین انسان مقام او، جای او ابدی در کجا است؟ در جنت است. برادران عزیز، در ماه ربیع الاول که ماه میلاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مخصوص سخن گفتن از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مخصوص محفل ها و مجلس ها تشکیل دادن در ماه مولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین مقصد است. یعنی باری دیگر به طوری مخصوص مردم را آگاه کردن و بیدار کردن از آنکه های انسان بیدار شود که اگر پیروی چنین ذات را که محمد نام دارد صلی الله علیه و سلم میکنی، نجات تو در دنیا و در آخرت هم کفالت داده شده است. اگر نه در دنیا و نه در آخرت هیچ خیل کفالت برای تو داده نمیشه. و همین شما برادران عزیز از درگاه خداوند مهربان توفیق و انصافی پیروی کردن شریعت محمدی را از خدا طلب میکنم و دعا میکنم که خدای تبارک و تعالی ما و شما را از بندگانی سرخری پروردگار در طاعت عبادتش و از پیروان حقیقی و دوستداران حقیقی پیغمبری بر حقش محمد صلی الله علیه و سلم گرداند و روز قیامت از رحمت خود و شفاعت پیغمبرش ما و شما را با نصیب گرداند برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علیه. خیراتی که از خیر و احسان برادرای مقبول درگاهش گرداند و چی مرام و مقصد دیگه که داشته باشم برآورده خیر گرداند برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی سال یک بار صفهای زیچتر کنید که به اهل درد و مردم منتظری خالی شدن جا هستند.